روانشناسی رابطه میگه این افراد مناسب ازدواج نیستن. 1. کسانی که توی خونه پدریشون مسئولیتی رو به عهده نمی گرفتن. در واقع تنبل و بی‌مسئولیت بودن. 2. افرادی که با پدر، مادر، خواهر و برادرشون رابطه راضی کننده و سازنده‌ای نداشتن. 3. کسایی که مرتب شغل عوض میکنن یا مسیر تحصیلیشون رو تغییر میدن و یا با دوستای خیلی زیادی قطع ارتباط میکنن. اینجور افراد ثبات فکری، احساسی و رفتاری ندارن. 4. افرادی که بیشتر از اون چیزی که بشنون صحبت میکنن و بیشتر تلاش دارن دیگران اونها رو درک کنن تا اینکه اونها دیگران رو درک کنن. و 5. افرادی که در نظر دیگران دمدمی مزاج، بی‌ثبات، پرخاشگر، خودخواه و مغرور هستند.